ببخشید منزل خدا، منم همون مزاحمی که اتفاقا آشناست. هزار بار دلم گرفتی این شماره رو غنی، چرا هنوز پشت خط در انتظار یک صدا؟ شما که گفتید واجبه جواب سلام هر کسی، چی شد به ما رسید با حساب بنده ها جداست؟ اجازه میدی که برات یک کمی درد دل کنم؟ آخه شنیدم که فقط اسم تو مرهم و شفاست. حتی اگه چیزی نگی کلی دلم سبک میشه، چون میدونه که میشنوی وقتی تو این حال و هوا، چون میدونه که میشنوی وقتی تو این حال و هوا. الان دوباره قطع و وصل سیم ها شروع شده، خرابی از دل منه یا شاید از این سیم هاست؟ الو منو ببخش اگه بازم مزاحمت شدم، دوباره زنگ میزنم دوباره تا خدا خداست، دوباره زنگ میزنم دوباره تا خدا خداست، دوباره زنگ میزنم دوباره تا خدا خداست.